همداران عزیز در بازار کشانیان یک تجهیزاتی دیدم برای آب رو پشت دادن در زمین های گندم، زمین های بیده. من از اینجا با فشاری بلند آب میتید و این توپ خورده به هر طرف پشت میتید. قربان جوره این چند پول؟ 2500 تومان. 2500 تومانی بوده است. در مغازه مغازه 2207. یک طرف 40 متر میچوشه، دو طرف 80 متر میشه. این توپ میخوره؟ این توپ خوردم که زدم میگیره. رادیوسی 80 گرادوس چی؟ 80 متر. 40 یک طرف 40. هم قدر هم پولیس ساخت. و این برای نپور ساخت بودنش موتور ساخت موندن در. یک ناسوس میمونیم تمام. ناسوس یک ناسوس. چند کیلووات ناسوس؟ ناسوسی 22 کیلووات. 22 کیلووات ناسوس کلان میمونید اینجا. کلان میمونیم که همون دروازه گفتگی را بتیا. این یک تا موندن در کار یا که چند تا موندن در کار؟ یک تا بس. یک تا بس. ما میتونیم که ناسوسی با 36 کیلووات بگیریم دو تا مونه. این خودش ناسوس همون زیاد کردن گیریم همون خیلی زیاد استفاده برده میتونیم. این دیامتر چند آب پیوست کنده رو؟ این دیامتری 63 75 100 همون دیامتر رو پیوست میکنیم بعد در کاری رو میزنم. همداران عزیز من 2500 تومانی بود است در بازار مغازه 207 قربان در بازار 6 7 این تقوایی که گرمن گندمشون سوخته سیان میتونن یعنی چیزی استفاده کنن گندمشون نجات میان. گندمو هر چیز که اودا میشه رشخه رو میگیرن بیدار 6 بار 7 بار رشخهشون در آب میکنن. چیزی زور کارتوشکا میشود پیاز جواری مکدا پیاز چی پیاز هم میشود دروازه 6 7 درآمدگوی 6 اپران یاد مغازین 207 فقط برای باغ برای زمین داری تجهیزات ها. خب قربان رحمت جوره جان